سلام و درود به دوستان و همراهان همیشگی صورتی مدیا. باور غلطی که در مورد خودارضایی وجود داره اینه که موجب نابینا شدن، از دست دادن گواه جنسی و غیره می شود. ولی با تحقیقات بسیار گسترده‌ای که در این مورد صورت گرفته، مشخص شده که خودارضایی یک فعالیت جنسی کاملا طبیعی و سالم است که کمترین عوارض جانبی را با خود به همراه دارد. با خودارضایی علاوه بر احساس لذت می توان به بهبود کیفیت خواب، بهتر شدن خلق و خو، کاهش استرس و حتی سلامت جسم و تندرستی اشاره کرد. در این ویدیو ما قصد داریم خیلی کامل در مورد خودارضایی و عوارض جانبی احتمالی آن و حقایق و باورهای غلطی که در مورد آن وجود دارد صحبت کنیم. خودارضایی یک نوعی فعالیت جنسی که شامل دست دادن به اندام تناسلی یا سایر نواحی حساس بدن برای تحریک یا لذت جنسی است گفته می شود. این کار روش طبیعی و ایمن برای کشف بیشتر بدن، احساس لذت و رهایی از تنش‌های جنسی است. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته مشخص شده که 27 تا 40% از زنان و 41 تا 65% از مردان در هر ماه اقدام به این کار می‌کنند و رضایت بسیار زیادی از این کار خود دارند. جالب است که بدانید علیرغم چیزهایی که به ما آموزش داده شده، این کار هیچ عارضه جانبی و مضر برای بدن ندارد و این کار یک عمل سرگرم کننده، طبیعی و سالم است. فواید خودارضایی: بهبود سلامت قلب. به دلیل بیشتر شدن سرعت گردش خون، انجام این کار به شدت برای سلامت قلب مفید است و به کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و افزایش وزن افرادی که از این مشکل رنج میبرند کمک میکنند. کمک به خواب با کیفیت تر شبانه. بعد از رسیدن به حالت ارگاسم در خودارضایی، فرد احساس آرامش بیشتری به دلیل آزاد شدن هورمون‌های اندورفین و اکسیتوسین خواهد داشت و همین امر موجب می شود که خواب شبانه‌ای با کیفیت تری را فرد داشته باشد. کاهش خطر ابتلا به عفونت واژن. با رسیدن به حالت ارگاسم، خطر ابتلا به عفونت‌های دهانه رحم و عفونت‌های ادراری در زنان به حداقل خواهد رسید. تقویت استخوان‌های لگن. به دلیل انقباضاتی که با رسیدن به ارگاسم رخ می‌دهد، عضلات کف لگن تقویت می‌شود و به رفع مشکلات مثل بی اختیاری ادرار و بهتر شدن عملکرد نعوذ کمک می‌شود. کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات. به صورت علمی، مردانی که 21 بار یا بیشتر در یک ماه خودارضایی می‌کنند، در مقایسه با مردانی که 4 تا 7 بار در ماه به انزال می‌رسند، 33% کمتر به سرطان پروستات مبتلا می‌شوند. افزایش عملکرد سیستم ایمنی. رسیدن به حالت ارگاسم بعد از خودارضایی موجب افزایش اندکی در سطح کورتیزول خواهد شد و در نتیجه سیستم ایمنی عملکرد بهتری خواهد داشت. تجربه یک رابطه جنسی ایمن و سالم. با خودارضایی از ابتلا به بیماری‌های ایدز و مقاربتی دیگر و از همه مهمتر بارداری جلوگیری خواهید کرد و بالاترین میزان لذت را تجربه خواهید کرد. بهبود میزان اعتماد به نفس. با خودارضایی این فرصت را خواهید داشت که بدن خود را بیشتر بشناسید و خیلی راحت اعتماد به نفس جنسی خود را پرورش دهید و تصور بهترین از خودتان داشته باشید. اما تا اینجا فواید بسیاری از خودارضایی را شنیدید. این فواید تا جایی صدق می‌کنند که شما به این کار اعتیاد پیدا نکرده باشید. در غیر این صورت این کار علاوه بر فواید عوارضی را نیز ایجاد می‌کند. مواردی که در ادامه معرفی خواهیم کرد نشانه‌هایی از اعتیاد به انجام خودارضایی میباشد. اگر انجام خودارضایی زمان و انرژی زیادی از شما بگیره یا اگر در جایی به غیر از خانه مثل محل کار به دلیل اینکه امکان انجام این کار را ندارید عذاب بکشید. ممکن است فرد قرارهای مهم خود را به دلیل اینکه زودتر به خودارضایی خود برسد کنسل می‌کند. احساس ناراحتی در مکانهای عمومی داشته باشید و نمیتوانید تا رسیدن به خانه صبر کنید یا حتی زمانهایی که نیاز جنسی ندارید باز اقدام به این کار کنید و زمانهایی که احساس اضطراب، استرس و غیره داشته باشید اقدام به این کار بکنید و بعد از انجام این کار به شدت احساس گناه، پریشانی یا ناراحتی کنید.
گفتیم که علاوه بر مزایای بسیاری که خودارضایی برای بدن داره، ممکنه برخی عوارض خودارضایی موجب آزار شخص هم از لحاظ جسمی و هم ذهنی شود. عوارض جانبی فیزیکی خودارضایی چیست؟ از نظر فیزیکی، خودارضایی بیش از حد میتواند باعث ایجاد احساس گناه و تحریک پوست و یا تورم برخی اعضای بدن به دلیل عفونت یا التهاب شود. محکم نگه داشتن حالت تناسلی میتواند باعث تورم شود که بسیار خطرناک خواهد بود و میتواند باعث پارگی پوست و تحریک پوست شود. علاوه بر آن میتواند منجر به احساس گناه شدید شود. در این شرایط فرد ممکن است احساس غمگینی کند یا نسبت به خودش افکار بد و منفی زیادی داشته باشد که در نهایت منجر به افسردگی، فوبیا و همچنین سوء رفتار در برخوردهای اجتماعی شود. و عوارض روانی خودارضایی. از نظر روانشناسی، خودارضایی بیش از حد یک مبارزه درونی است. با انجام این کار، درک فرد از برخی پدیده‌ها شروع به تغییر خواهد کرد و شاهد تغییرات رفتاری مانند تغییراتی در دیدگاه‌های مذهبی، داشتن ارتباط جنسی بسیار ضعیف، درگیری‌های جنسی غیر ضروری با شریک زندگی و مسائل اینچنینی باشد. اگر این ویدیو براتون مفید واقع شده، لایک و عضویت در کانال را فراموش نکنید. خدا نگهدار.